بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام خدا به وجود نازنینی که مادر پدرش هست، ابی هاست و همه خواسته پدرش یعنی حضرت اشرف الانبیا این بود که فدای دخترش شود، فدای او شود و میفرمود فداها ابوها. سلام خدا بر وجود نازنین حضرت طاهره مطهره زکیه مرضیه فاطمه زهرا سلام الله علیها. سلام به وجود نازنین امام زمانمون که این روزها عزادار مادرشون هستن. سلام به محضر همه شما. امیدوارم حالتون خوب باشه، قبول باشه عزاداری ها و عرض ارادت هاتون و انشاءالله همه این عرض ارادت ها و محبت ها توشه خوبی باشه برای ادامه مسیر زندگیمون و قبر و قیامتمون. اینجا یاد خداست در امامزاده صاحب کرامت ابراهیم و محمد علیهم السلام که هر دو از فرزندان امام کاظم علیه السلام هستند با 5 واسطه در خیابان امامزاده ابراهیم شهر مقدس قم. انشاءالله که شما رو به زودی اینجا زیارت کنم. یه صلوات بفرستیم و برگردیم با جای کفیل صحبتمون شروع میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید. السلام علیک یا بنت رسول الله یا بنت نبی الله یا زوجة ولی الله یا سیدة نساء العالمین من الاولین و الاخرین. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله. جای کفیل عزیز خیلی خوش آمدین، قبول باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سلام خدمت همه بینندگان عزیز و بزرگوار. توفیقی خدا کمکمون کنه شناختمون نسبت به حضرت کمی بیشتر بشه. عجیبه، خب نبی خاتم سلام الله علیه اشرف مخلوقات عالمه، پیامبر در بیش از 30 آیه قرآن نامشون در کنار خدا آمده. حتی تو بحث رزق در موضوعات متعدد، فقط اطیع الله و اطیع الرسول نیست، تو موضوعات متعدد از براءة من الله و رسوله گرفته تا همه موضوعات نام پیامبر در کنار خدا آمده. همه موضوعات که میگم غالب موضوعات، یعنی وقتی حضرت زهرا وارد می شدن داریم و قام الیها. قام لها یعنی مثلا کسی وارد میشه ما به احترامش بلند میشیم، خوش آمدید، احترام میکنیم. قام الیها یعنی وقتی یه بزرگی به تعبیری وارد میشه انسان با عشق با شوق با ولع به سمت او حرکت میکنه. واقعا نمیفهمیم، نمیدونم چجوری بگم. چه بوده فاطمه که وقتی وارد میشده بر رسول خدا پیامبر کأنن ناخواسته، حالا نمیگم مطابق میلشو نبوده، این ناخواسته که میگم یعنی با تمام ولع با تمام وجود به سمت او حرکت میکردن و تمام قامت میایستادن. حقیقتاً اعجوبه عالمه، حقیقتاً بی نظیر عالمه. واقعا انسان نمیفهمه. گاهی برادرم سواله که قبل از 18 سالگی یه فردی اینقدر بالا بره. یکی از شگفتی هایی که همیشه من بهش فکر میکنم همین موضوع قبل برنامه هم با هم صحبت میکردم. من نمیخوام مقایسه کنم، گاهی بیننده اعتراضی نکنه، ولی پیامبر 40 سال نبی شدند. یه سیره، یعنی یک مسیری باید طی بشه تا 40 سالگی آمادگی رسالت. ما نمیخوایم بگیم حضرت زهرا از پیامبر بالاتر بودن، نه. پیامبر حتی نسبت به امیرالمؤمنین حضرت علی میفرمان انا عبد من عبید محمد سلام الله علیه. آره منتها بعضی ها این حد مثلا استناد میکنن به حدیث قدسی لولاک
میگن ما از این برداشتمون اینه که بالاخره شما تو چند برنامه قبلا فرمودین نفر سوم، میگن نه نفر اول مثلا. نه حالا اونا توضیح داره که اصلا چگونه حضرت محور خلقت شدن. ولی میخوام بگم این بانو تو 18 سالگی آره به این همه جایگاه و نه تو 18 سالگی. 18 سالگی که سال شهادته، قبل از 18 سالگی تمام این مقامات کردن. خیلی عجیبه. یعنی انصافاً چه بودن و واقعش هم فقط به لحاظ دختر پیامبر بودن نبوده که این انشاءالله من این موقعی مفصل شرح میکنم در خدمتی. خب خدمت از ماست. این اعجاب آور هست، چون مدتی بهش فکر میکنم و عرض میکنم، حاصل افکار دست پا شکستم. یه مدت زیادی به این فکر میکردم چطور یک بانوی تا 18 سالگی توی این فاصله به این اوج از کمال میرسه، یک انسان کامل. بعد به این نتیجه رسیدم که اون دینی که در بستر هدایت اون دین چنین انسانی با این سن و سال و این اوج، او چیست؟ احسنت. که خود حضرت زهرا برای تبلیغ و تبیین اون دین و به تعبیر شما تو برنامه گذشته هر آنچه که داشت و نداشت و گذاشت پای اون دین. اینجا معلوم میشه اهمیت قضیه که بابا این دینیه که کسی مثل من رو پروردی، متوجهش بشید. آره اون خیلی عجیبه. بله. حالا من از اینجا یه پل میزنم به طرح اون سوال مهمی که به نظر خودم مهمه، وعدش رو دادم به مردم که اول این برنامه مطرح بکنم. شما تا به حال فرمودین که مهمترین چیز دیاری دین خداست و حاکمیت دین خداست و اصلا از زهرام در این مسیر حرکت کردن و هر آنچه که انجام دادن در طول زندگیشون، نه فقط به هر حال در این مدت 75 یا 95 روز که شاید بیشتر جلوه داشته، برای این بوده که دین خدا حاکم بشه. درست. و حاکمیت دین خدا هم توسط امام معصوم هست طبیعتا. یعنی همه دغدغه و هم و غم حضرت زهرا شما فرمودید که این بوده که دین خدا رو در زمین حاکم کنن توسط امام معصوم که خب بعد از حضرت رسول امیرالمومنین درست جامعه رشد پیدا، تا جامعه رشد پیدا بکنه. چون هر آن جایی که حضرت زهرا قدم برداشتند حضرت علی کاملا در کنارشون بودن. یعنی ما جایی نداریم که حضرت همه جا امیرالمومنین با تمام وجود بودن. نکته مهمتر اینه که یه مقداری باید بهش پرداخت، این که این حاکمیت دین خدا چقدر مهمه، چقدر جایگاه داره، چقدر نفس داره که همه گونه و همه جوره باید براش قدم برداشت. اینم باز مهمه. مهمتر از همه اینا اینه که اگر جایی امیرالمومنین اقدامی نمی کند برای حفظ دین خداست. اون هم برای حفظ مطابق لحاظ شرایط. یعنی صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا. یعنی آنچه حضرت زهرا میکشید، آن زجری که بیبی عالمیان میکشیدن تو این ایام، برای امیرالمومنین سخت‌ترش بود. نه فقط زجر فاطمه. یعنی امیرالمومنین یکی سختی های فاطمه رو میبینن. ببینید از این منظر ببینید. و حالا همه مصائب یکی بعد از دیگری، همه اینها رو میبینند. این یک طرف قضیه. دو، عدم حکومت خودشون هم میبینند. یعنی عملا منی که میتونم حاکم بشم، منی که میتونم جامعه رو توحیدی کنم، منی که میتونم جامعه رو رشد بدم. امیرالمومنین اگه حاکم بودن اصلا اسلام هیچ اختلافی درش رخ نمیداد. این کلمت الله العلیا این چگونه رخ میده؟ وقتی جامعه توحیدی بشه. جامعه کی توحیدی میشه؟ واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. امیرالمومنین میخواد تفرق. وقتی امیرالمومنین رو دستاشون رو گرفتند دارن مسجد میبرن با دست بسته، یک جمله گفتن اگر بیعت نکنی همینجا تو را به قتل میرسانیم چه باید؟ اگر عملا به امیرالمومنین کشته بشن یا به تعبیری شهید بشن، خب که چه اتفاقی بیفته؟ یعنی عملا من میخوام بگم یا وقتی امیرالمومنین بیان میدون، امیرالمومنین مگه فقط اینجا بوده؟
مگه ما تو جنگ‌هاش رو ببینیم؟ مگه تو جنگ صفین چی رخ داد؟ چقدر این جنگ سنگین بوده، انصافاً یه پیکار سنگین بوده. چی شد نتیجهش؟ چرا؟ مالک علمداره، یه جنگی است که به سمت پیروزی داره پیش میره. چرا امیرالمومنین سکوت میکنن؟ چرا به صلح قانع میشن؟ اون جریان حکمیت که رخ داد، جریان امام حسن رو ببینید خودتون زیبا شروع کردید. دین، جایگاه دین، نقش دین، بقای دین. و بعد مهمترش، ما برای حاکمیت امام جامعه باید حرکت کنه. یعنی حضرت زهرا با همه وجود کار میکردن، خداوند متعال تمام شؤون امام رو خودش انجام میده، حاکمیت رو به دست مردم قرار داده. حضرت زهرا تمام این گام ها رو بر میدارن تا مردم رو آماده کنن، مهیا کنن، بیان با امیرالمومنین بیعت کنن تا این حاکمیت رخ بده. یعنی عملا حضرت زهرا نقششون تو این ایام آماده سازی جامعه است. خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید ما یه تأملی داشته باشیم، یه فاصله بگیریم و برگردیم و دوباره فرمایشات شما بشنویم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سپاس خیلی خیلی فراوان بابت همراهیتون. ما چند دقیقه دیگه هم خدمت شما هستیم و خدمت استاد کفیل عزیز و داریم استفاده می‌کنیم از فرمایشات شما. در خدمت. شما اینا رو تو روزه ها خیلی شنیدید، مردم هم خیلی شنیدن. ببینید سلام الله علیه، سلام الله علیه. جواب سلامشون رو شنیدیم نمیدن. جواب سلام وقتی حضرت بهشون گفتن من شنیدم به شما سلام نمی‌کنن، خیلیه. وقتی این آقا باید چی کار کنه؟ اوج غربت، اوج مظلومیت، اوج تنهایی. تازه حضرت زهراتون خطبه فدکیه دارن معرفی میکنن مردم هوشیار بشن این علی کیه؟ این علی کیه؟ بعضیا عقده های جنگ های زمان پیامبر رو داشتن، مسلمان بودن اما اون مسلمانی که مسلمان بوده باشه نبودن. خب این حضرت با این وضعیت تو شهر مدینه به کسی رو میخواد که علم کنه، علمداری کنه، میدان بیاد. بلا تشبیه بخوام بگم، الان تو جامعه ما پیوند با نائب امام، با رهبر ما. یعنی عملا اگر جامعه با رهبرش فاصله بگیره، اینجا قصور رهبری نیست. قصور کیه؟ قصور ما هست. یعنی ما کوتاهی کنیم، دقیقاً عملا خوب تبیین نکنیم. حضرت زهرا اینجا به تمام میدان اومدن که این قصور رخ نده. حضرت شاید، من باز این طرفی هم بگم، بله اونم هست، اگر احساس میکردن که با ورود بیشتر خودشون، خود من معتقدم تو تاریخ هم که ببینیم حضرت هم بی تفاوت نبودن، یعنی امیرالمومنین هم انصافا قدم‌هایی برداشتن، ولی اگر احساس میکردن که با مثلا با خطبه خوندنشون، با مثلا یه گامی، با یه سخنرانیشون، مدل خطبه‌ای که حضرت زهرا خواندن، یا با گام‌های دیگه یه اثر وضعی وجود داره، اون کار انجام میدادن. اون موقع گام‌های واضح‌تر امیرالمومنین اثر منفی داشت. یعنی ببینید اگه حضرت یه مقداری واضح میدون می آمدن، چرا تا جامعه از دین جدا میشد. این ترس بود. امیرالمومنین ها تقریبا هم نگم، تحقیقا خودشونو فدا کردن. این خیلی مهمه. چجوری ما به امام حسن سلام الله علیه مثلا خدا نکرده نعوذ بالله میگیم یه امام صلح طلب بود، یه امام ساکت بود، یه امام ساکن بود، در حالی که امام حسن روزی که به امامت رسیدن، روز 21 ماه مبارک رمضان، مردم اومدن بیعت کنن، اول جمله‌ای که گفتن می جنگم، بجنگید، صلح میکنم، صلح کنید. مردم پاشدن رفتن سراغ امام حسین، گفتن این داداشت هنوز امام نشده، هر وقت جنگ میزنه، تو بهتری امام بشی. این آقا امام شده، ولی این آقای موقعی مجبور میشه صلح کنه. تاریخ هر چه میخواد قضاوت کنه. شاید خیلی ها بگن حضرت علی اگر این کارو میکردن، اگه تو کوچه دفاع میکردن، اگه در مقابل بچه‌ها این کار انجام میدادن، وضع تاریخ عوض میشد. نه، وضع تاریخ به مراتب بدتر میشد. اینو امیرالمومنین میدانه. ما در وصف امام میگیم دلیل ارادته.
نه اراده امام تابع اراده خداست. اراده امام نشانه اراده خداست. یعنی بین اراده خدا و اراده امام هیچ فرقی نیست. یعنی دقیقاً وجودش اوج توحیده. او هر آنچه اراده میکنه، هر آنچه میگه، هر آنچه نفس میکشه، نفس توحیدیه. ما خدای نکرده نسبت به امیرالمومنین اونجا واقعاً به تعبیر واضح‌تر خودکشی کرده یه جورایی. حالا این کلمه قشنگی نیست. گفتن به من هر چی میخواید بگید. با من هر جور میخواید برخورد کنید. کاری که امام حسین روز عاشورا تو کربلا کردن، روبروی سپاه دشمن فریاد زدن، گفتن به حسین میگید دروغگو، بگید دروغگو. به حسین نسبت بد که نه، همین دروغگو. کاری که امام حسین روز عاشورا کردن، گفتن به حسین دروغگو میگید، بگید. اما این دوتا پیرمرد شاهدن من نوه پیامبرم. یعنی امام میگه تو رو خدا از دین جدا نشید. برای امام حسین بغل کردن حضرت علی اصغر، آوردن روبروی دشمن، من گاهی میگم سخت در این صحنه عاشورا این صحنه بوده. نه چون علی اصغر تشنه است، امام 6 ماهش رو بغل کنه، بیاره روبروی دشمن، منت دشمن رو بکشه. الم ترحمونی فرحم هذا الذی. برای چی این کار انجام میدی؟ این طفلتون که اما ترونه کیف یتلظا عطشاست، این اصلا آب به دردش نمیخوره. آقا میگه من منت میکشم، من ذلت دنیوی رو تحمل میکنم، اما تو رو به خدا هدایت بشید. یعنی امیرالمؤمنین به تعبیر میگه من همه این غم ها رو به جان میخرم، گوشه کوچه، تو مسجد، همه این اتفاقات. مگه برای حضرت سخت بود حضرت زهرا هر روز برن احد و برگردن؟ اما بیایید همراه بشید. عملا دغدغه‌شون حفظ دین و متدین شدن مردم و یاری دین مردم بوده. خیلی خوب. حالا همه دغدغه از زهرا اهل بیت فرمودین سلام الله علیهم اجمعین همین بود. سوال مهمی که پیش میاد اینی که بعد از 1400 سال ما امروز توی جامعهمون، توی دنیای فعلیمون چطور میتونیم در این مسیر قدم برداریم و کمک بکنیم و چگونه میتونیم یاریگر دین خدا باشیم؟ این سوال رو اگر اجازه بدید هفته در واقع روز آینده برنامه آتی ابتدای امر مطرح بکنیم و شما زحمتش پاسخ. خیلی استفاده کردیم. سلام. عوامری نداریم. توفیق بوده. خدا خیرتون محبت بده. خدا به شما خیر بده. خدا به هممون خیر بده که فرمود بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. خیلی ممنونم. سپاس از شما بابت همراهیتون. مراقب خودتون و خوبیاتون باشین. التماس دعا یا حق. خداحافظ.